2 میلیمتر انتهایی کانال همیشه میتونه برای ما چالش برانگیز باشه. دلتاها، بی‌نظمی‌ها، کرب‌های شدید اپیکالی که اصطلاحاً بهش لج‌های آناتومیکی هم گفته میشه، بایفورکیشن‌ها و عوامل مختلفی که دست به دست همدیگه میده تا فایل ما از نفوذ باز بایسته و ما سنگینی عاج رو زیر دستمون حس بکنیم. سلام، اینجا لیدوپاده و در این ویدیو قراره در رابطه با مدیریت موانع اپیکالی کانال بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. حتما برای شما هم پیش اومده و تجربهش کردید که در قسمت‌های اپیکالی کانال فایلتون از حرکت باز میسته، نمیتونه نفوذ بکنه و شما سنگینی عاج رو زیر دستتون حس میکنید. بدترین کاری که در این مرحله میتونیم انجام بدیم این هستش که با استفاده از هند فایلمون با فورس و فشار سعی بکنیم به هر ضرب و زوری که هست، حتی شده 1 میلیمتر، فایلمون درون کانال بیشتر نفوذ بکنه. خب تنها چیزی که اینجا رقم میزنیم یک لج ساختگی، تخریب دیواره کانال و دور شدن از مسیر اصلیه. شاید اگر 10-20% احتمال این وجود داشت که ما بتونیم مسیر اصلی کانال رو پیدا بکنیم، حالا همون شانس رو هم از خودمون میگیریم. پس در این مرحله ما تا هر جایی که فایلمون نفوذ میکنه گلاید پد رو برقرار میکنیم بدون اینکه بخوایم به دیواره کانال صدمه‌ای بزنیم و بعد میریم به سراغ اینسترومنت های روتیشنال نیکل تیتانیوممون. با متد کراون داون سعی میکنیم که قسمت های کورونالی کانال رو تا 1 میلیمتری جایی که فایل دستیمون میتونه نفوذ بکنه گشاد بکنیم. چرا؟ دلایلش مختلفه. یکی این که خب در اغلب اوقات اون چیزی که باعث میشه ما قسمت‌های اپیکالی کانال رو نتونیم باز بکنیم همون تداخلات تاجی کاناله و خیلی از اوقات وقتی که تداخلات تاجی برداشته میشه میبینیم که مسیر باز شد و ما تونستیم پیتنسی رو هم برقرار بکنیم. اما بحث این ویدیو دندان‌ها و کانال‌هاییه که با وجود کورونال فلرینگ و گشاد کردن قسمت‌های کورونال کانال ما همچنان سنگینی عاج رو زیر دستمون حس میکنیم. حالا چرا میگم تا 1 میلیمتری طولی که فایل دستیمون نفوذ میکنه کانال رو گشاد بکنیم؟ اولا ما مطمئنیم که تا اون طول گلاید پد برقرار شده، فایل دستیمون یک مسیر صاف و هموار برای فایل روتاریمون ساخته و فایلمون میتونه به صورت ایمن مسیر رو طی بکنه و اگر در انتهای اون قسمت بی‌نظمی وجود داره، کانال انشعاب داره، فایل روتاریمون تازه نمیره به دیواره کانال صدمه بزنه و کار رو برای ما سخت‌تر بکنه. همیشه یک قدم فایل روتاریمون رو عقب‌تر نگه می‌داریم و اجازه میدیم که فایل دستی پیش قدم باشه. حالا اندوموتورمون رو کنار میذاریم و به سراغ فایل 6 یا 8 دستی میریم. به 1 تا 3 میلیمتر انتهایی فایلمون یک پرکرو شدید 60 تا 90 درجه میدیم و اون رو وارد کانال میکنیم. اگر کورونال فلرینگ رو با استفاده از فایل های روتاری قبلش انجام نداده بودیم، در این مرحله دیواره های تنگ کانال باعث میشد که تا بخوایم به قسمت های اپیکالی کانال برسیم اون پرکرو صاف بشه و ما دیگه با یک فایل پرکرو داده شده روبرو نباشیم. پس گشاد کردن قسمت های کورونال کانال این مزیت رو هم برای ما به همراه داشت. فایلمون رو به قسمت‌های اپیکالی کانال میرسونیم و همزمان با حرکات چرخشی ملایم حدود 90 درجه فایلمون رو یه مقدار بالا و پایین هم میکنیم و خلاصه میگردیم به دنبال مسیر اصلی کانال. اگر فایلمون وارد مسیر اصلی کانال شد به هیچ وجه نباید اون رو از درون کانال خارج بکنیم، چرا که ممکنه دیگه نتونیم وارد مسیر کانال بشیم. در این مرحله یه گرافی تهیه میکنیم که ببینیم اصلا فایلمون کجاست و در چه وضعیتی قرار داره. اگر امکانش هست پیتنسی رو برقرار میکنیم، با استفاده از اپکس لوکیتور تعیین طول میکنیم و همزمان که حرکت واچ وایندینگ ملایم رو در طول کارکرد داریم انجام میدیم، یک حرکت آپ اند داون ملایم با دامنه 1 میلیمتر هم انجام میدیم تا آروم آروم اون بدنه کرب شدیدی که باهاش روبرو هستیم صاف بشه. در این مرحله میتونیم از اندولیفت هم بهره ببریم، خیلی میتونه به کمک ما بیاد. وقتی که این فایل رو کار کردیم از کانال خارجش میکنیم، کانال رو شستشو میدیم، چه در مرحله‌ای که ما کورونال فلرینگ انجام میدادیم و چه در این مراحل شستشو بسیار مهمه و ازتون میخوام که در کنار شستشوی اصلی از EDTA هم در این مراحل بهره ببرید. چرا؟ خاصیت لوبریکیشنش به کنار، اون چیزی که من اینجا از EDTA میخوام این هستش که از پک دبری در قسمت‌های اپیکالی کانال و بی‌نظمی‌ها جلوگیری بکنه تا مبادا از نفوذ فایل ما در مسیر اصلی کانال امتناع بشه.
خب فایل 6 رو کار کردیم، همین مراحل رو با استفاده از فایل 8 هم انجام میدیم. فایل پرکرو داده میشه، وارد مسیر اصلی کانال میشه، حرکات آپندان با دامنه 1 میلیمتری انجام میدیم. سعی میکنیم بدنه اون لج اپیکالی که وجود داره رو هموارتر بکنیم. بعد از فایل 15 قبل از اینکه بریم به سراغ فایل 20 دستی، میریم فایل نیکل تیتانیوم روتاریمون رو امتحان میکنیم. احتمالاً دیگه چون که گلاید پد برقرار شده میتونه وارد مسیر اصلی کانال بشه. منتها هیچ فورسی وارد نمی‌کنیم، با احتیاط عمل می‌کنیم و اگر دیدیم که فایلمون نمیتونه وارد مسیر بشه، سریعا اون رو از کانال خارج می‌کنیم و اصراری نمی‌کنیم. یه نکته، خیلی از اوقات میتونیم فایل روتاریمون رو خودمون پرکرو بدیم، به صورت دستی وارد مسیر اصلی کانال بکنیم و بعد اندوموتور رو روی اون قرار بدیم. منتها احتیاط لازمه و شرطش اینه که از یک فایل خوب و نو استفاده بکنیم. اگر نمیتونید به فایل های روتاریتون پرکرو مناسب رو بدید، استفاده از اسپری سرما روی فایل روتیشنال میتونه فاز مارتنزیتی اون رو غالب بکنه و کمکتون بکنه که به اون یه پرکرو ملایم بدید. اما سوالی که اینجا برای خیلی از ما مطرح میشه و مهم هم هست اینه که اگر با وجود همه این تلاش ها نتونیم وارد مسیر اصلی کانال بشیم چی؟ آیا درمان ریشه ما فیل میشه؟ اگرچه که بعضی از مقالات میگن که بیش از 20% کانال ها خصوصا یا دندان های خلفی پتنت نمیشن، اما این به معنای فیل شدن درمان ریشه نیست. در واقع موفقیت و شکست یک درمان ریشه به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. یکی از عوامل مهمی که نقش تعیین کننده در تعیین پروگنوز درمان داره اینه که اصلا کیس ما نکروز بوده یا وایتال. در اکثر موارد توی چنین آناتومی هایی ما کانالمون به یک فورامن لترالی ختم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگرچه که ما در گرافی شاهد این هستیم که 2-3 میلیمتر آندر هستیم، ولی از اون فورامن لترالی احتمالاً طول خوبی داریم و تمرکزمون رو میذاریم روی پاکسازی شیمیایی کانال، توجه ویژه‌ای به استفاده از سدیم هیپوکلوریت و پاکسازی کانال داریم و در نهایت پروگنوز درمان خوب خواهد بود. مرسی که با من همراه بودید. خدا نگهدارتون.